شاهزاده الیزابت اولین فرزند نوزادش را به مردم نشان می‌دهد. دختری را که نامش را بعداً الیزابت الکساندرا میری گذاشتند. بعدی در گذشت پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا، همین الیزابت در 26 سالگی ملکه بریتانیا و 14 قلمروی مشترک المنافع شد. پیش از سلطنتش ازدواج او با شاهزاده فیلیپ از خاندان پادشاهی یونان و دنیا که سلطنتشان را در یونان از بین بردند و به بریتانیا مهاجرت کرد، با جنجال‌های زیادی روبرو شد. زیرا خواهر شاهزاده فیلیپ با یکی از اعضای فاشیستان آلمان ازدواج کرد. ثمره ازدواج ملکه الیزابت و فیلیپ پسری با نام چارلز است که بعدها ولیعهد بریتانیا و اکنون شاه شد. ملکه الیزابت دوم در 70 سال سلطنت همیشه از دخالت در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا خودداری میکرد، هرچند گروه به این باورند که او لجام سیاست پیچیده بریتانیا در جهان را در دست دارد. در میان تمام حادثه‌های سیاسی و سقوط ملکه الیزابت، خانواده سلطنتی آنها با بحران‌های عائلوی از جمله طلاق شاهزاده دیانا و ولیعهد چارلز روبرو شد. طلاقی که همراه با آوازه‌های خانوادگی از جمله دخالت ملکه در زندگی این جفت و خیانت دیانا سر و صدای زیادی برپا کرد. عضو از خانواده که محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت و مرگ دیانا در یک صدمه نقلیاتی پایان غم‌انگیز این ماجرا شد. حدود 4 سال پیش ازدواج نبیره ملکه الیزابت، شاهزاده هری با میگان مارکل، هنرپیشه آمریکایی، با آوازه‌ها درباره مخالفت ملکه به این ازدواج به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شد. ملکه الیزابت در طول 70 سال سلطنت فقط با بحران‌های عائلوی روبرو نبود، بلکه شاهد بحران‌های گوناگون مثل درگیری‌های ایرلندی شمالی، جنگ‌های خلیج فارس و افغانستان دچار آمده است. در این اواخر رای پرسی درباره استقلال شتلندیا و بعدها رای مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا بحران‌های بودند که ملکه بریتانیا با در میان گذاشت و اظهار نظر کرد. از مردم شتلندیا خواست در رای پرسی تصمیمی درست بگیرند و بعداً از دولت بریتانیا خواست زودتر موقعش را درباره جدایی از اتحادیه اروپا روشن کند، جدایی که 4 سال طول کشید. در دوران سلطنت ملکه الیزابت چندین مستملکه بریتانیا استقلال به دست آوردند. حدود 7 ماه پیش ملکه 70مین سالگرد سلطنتش را جشن گرفت. ملکه‌ای که با رسانه‌ها کم صحبت می‌کرد و در عموم نظراتش را کمتر می‌گفت، اما محبوبیت زیادی در میان مردم بریتانیا داشت. مخالفان سلطنت در بریتانیا همیشه در مورد ثروت نامعلوم خانواده سلطنتی و خراجات زیادی درباره آنها انتقاد می‌کنند. روز پنجشنبه ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین سلطنت بریتانیا را بر عهده داشت، در شاتلندیا، محل استراحت تابستانش، درگذشت.